اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان هم در حمایت از جامعه معلولین و بیماران مهاجر افغانستانی در این مراسم همدلی حضور داشتند. خیلی خوشحال هستیم که توی همچین جشن همدلی برای مردم عزیز افغانستان که حضور داریم. همه یک تعداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان گرامی، ساعت 23 دقیقه و با چند خبر در خدمت شما عزیزان هستیم. فردا مهمانی 10 کیلومتری قدیر از ساعت 17 تا 23 از بزرگراه امام علی علیه السلام تا میدان آزادی برگزار می شود. تعداد موکب‌ها امسال 30% افزایش یافته است و در مجموع 2200 موکب برپا می شود. قرار است این مهمانی 10 کیلومتری همزمان در 300 شهر برگزار شود. همچنین قرار است امسال نمایندگانی از جبهه مقاومت از کشورهای لبنان، یمن، افغانستان و عراق در تهران موکب برپا کنند و به طور همزمان در 5 کشور برزیل، هند، پاکستان، لبنان و افغانستان هم مهمانی کیلومتری قدیر برگزار خواهد شد. در آستانه عید قدیر جشن عروسی و توزیع جهیزیه برای زوجهای افغانستانی در مشهد برگزار شد. این مراسم هفتمین جشن همدلی در حمایت از خانواده‌های نیازمند و معلولان و بیماران صعب العلاج افغانستانی بود که با حمایت نیکوکاران افغانستانی مقیم ایران و دیگر کشورهای جهان در مشهد برگزار شد. عید ولایت و جشن مهر و همدلی همزمان در ایام عید قدیر و سال روز آغاز ولایت مولایمان امیرالمومنین علیه السلام جشن عروسی یک زوج و توزیع جهیزیه برای 20 زوج افغانستانی در مشهد برگزار شد. خیرینی دست به دست هم دادن و جهیزیه‌هایی را تهیه کردن، تقدیم کردن به جوانهای دختر و پسر تا بتونن که با آسانی ورودی داشته باشن به جاده مشترک زندگیشون. نیت مایی بود که یک رواج بشه، یک تداوم‌گذاری بشه که بتونه دیگه کسام تاجرین نام بیای سهم بگیره و خلاصه اونام تشویق بشه و ما مثلا خدمت بشیم. میهمانان این جشن توانیابان و خانواده‌های بیماران صعب العلاج مهاجر افغانستانی بودند. با بهانه‌های مختلف ما سعی تلاش میکنیم که این خانواده‌هایی که دارای معلولیت هستند اینا رو از خانه‌ها بیرون کنیم و به 2 سال اخیر ما تونستیم 7 تا جشن همدلی با امشب برگزار کنیم. الحمدلله یک عروسی هم داشتیم، زوجای جوان که از خانواده معلولین بودن. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان هم در حمایت از جامعه معلولین و بیماران مهاجر افغانستانی در این مراسم همدلی حضور داشتند. خیلی خوشحال هستیم که توی همچین جشن همدلی برای مردم عزیز افغانستان که حضور داریم. همه یک تعداد میبینن که بسیار با لبای شاد و خندان و اینا از اثر همدلی است و همون کاری که تیم ملی فوتسال انجام داد که میلیون ها نفر در داخل افغانستان و خارج از افغانستان خوشحال شدن. در این مراسم بیش از 400 خیر و نیکوکار افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی حضور داشتند. واقعا این جشنی که من الان دیدم خیلی به من شخصا انگیزه داد که انشالله در سالهای بعد بتونیم افراد بیشتر هم از کشورهای اروپایی و هم از خود سوئیس دعوت کنیم بیاریم در اینجا تا انشالله به قول قوه الهی کمک‌های بیشتر جمع‌آوری بشه. چند سال با آلمان هستیم و ما خودمون کوشش خود داریم، سعی تلاش خود داریم یاری کنیم. این مراسم هفتمین جشن همدلی خیرین افغانستانی برای حمایت از نیازمندان، خانواده‌های توانیاب و بیماران صعب العلاج در مشهد. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. ایران و افغانستان در عرصه اقتصادی به همکاری خوبی دست یافتند. سخنگوی طالبان با تاکید بر تعامل ایران و افغانستان گفت ما این تعامل‌ها را مفید می‌دانیم و اعتماد بیشتری در این زمینه داریم و تا افزایش بیشتر این روابط حرکت خواهیم کرد. آقای ذبیح الله مجاهد درباره شرکت حکومت سرپرست در نشست دوحه گفت تصمیم گرفته شده که در نشست آینده دوحه افغانستان شرکت کند به شرطی که شرایط ما یعنی نشست معنادار و موضوعهایی مانند پیشرفت اقتصادی، دستاوردهای افغانستان و مواد مخدر مطرح شود.